دوستان خوبم، سلام. من سجاد سعادت هستم و اینجا وبکاستر آکادمی. به قسمت دوم از آموزش طراحی وبسایت با وردپرس خوش اومدید. ما توی این قسمت قصد داریم در رابطه با یک سری مفاهیم صحبت کنیم. البته شاید خیلی از شما از دوستان با این مفاهیم از قبل آشنایی داشته باشید. اما از اونجایی که این دوره یک دوره 0 تا 100 هست، من نیاز میدونم که در رابطه با اونها صحبت کنیم. ببینید دوستان، ما به عنوان یک فرد متخصص توی حوزه طراحی وبسایت باید بدونیم که اینترنت چیه یا وب چیه. به صورت خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم که اینترنت چیه، میشه گفت که اینترنت در واقع یک شبکه خیلی بزرگ از کامپیوترهایی هستش که سرتاسر جهان قرار دارن و با هم در ارتباطن. این کامپیوترها برای هم میتونن اطلاعات ارسال کنن، اطلاعات دریافت کنن و با هم تعامل داشته باشن. حالا وظیفه این کامپیوترهایی که توی اینترنت قرار دارن چیه؟ در واقع میان یه سری اطلاعات رو تو خودشون نگهداری میکنن تا به اون به کاربرانی که توی سطح شبکه قرار دارن این اطلاعات رو ارائه کنن و کاربران بتونن از این اطلاعات استفاده کنن. وظیفه دیگه‌ای که دارن یه سری خدمات رو به ما میدن، مثلا وبسایت‌های خدماتی که توی اینترنت هست، مثلا فروش بلیط، خرید کالا، فروشگاه‌های آنلاین، وبسایت‌های شرکتی. همه اینها سرویس‌هایی هستن که توی اینترنت دارن میزبانی میشن. پس ما متوجه شدیم که اینترنت چیه، این کامپیوترها وظیفهشون چیه. حالا یه مقدار بریم جلوتر. تمام این کامپیوترهایی که توی اینترنت قرار دارن و ما که به عنوان یک کاربر مصرف کننده هستیم و وصل میشیم به این شبکه، دارای آدرس‌های مشخصی هستیم. یعنی تمام این کامپیوترها و تمام دستگاه‌هایی که وصل میشه به اینترنت همه دارای آدرس‌های اختصاصی هستن. یعنی شما توی اینترنت 2 تا دستگاه یا 3 تا دستگاه رو نمیتونید پیدا کنید که آدرس یکسانی داشته باشن. پس همه این سرویس‌ها آدرس‌های اختصاصی دارن. حالا فکر کنید ما قرار هست طراحی وبسایت رو انجام بدیم و این وبسایتمون رو توی فضای اینترنت با کاربرانی که توی اینترنت قرار دارن به اشتراک بذاریم. پس باید یک بخشی یا یک بخش از این اینترنت رو، یک بخش خیلی کوچیک از این اینترنت رو برای خودمون رزرو کنیم یا اجاره کنیم و داشته باشیم. برای اینکه بتونیم اطلاعات مربوط به وبسایت خودمون که شامل تصویر میشه، ویدئو میشه، فایل صوتی میشه، تکست میشه و خیلی از فایل‌های دیگه که یک وبسایت میتونه داشته باشه رو اونجا قرار بدیم، ذخیره کنیم تا بتونیم توی وبسایت ازشون استفاده کنیم و همچنین به کاربر خودمون اونها رو ارائه بدیم. کاربر بتونه از اونها استفاده کنه. پس قبل از هر چیزی ما باید یک فضا توی اینترنت برای خودمون اجاره کنیم تا بتونیم مواردی که یا اون اطلاعاتی که مربوط با وبسایتمون هست رو اونجا ذخیره کنیم. با توجه به اینکه گفتم تمام دستگاه‌هایی که توی اینترنت وجود دارن دارای آدرس هستن، این آدرس در واقع اختصاصی هست برای هر دستگاه و با یک ساختار خاصی ایجاد شده. یک شکل مشخصی داره که نمونهش اینجا من براتون قرار میدم و از اعداد تشکیل شده. به طور مثال من مثلا فکر کنید میخوام وصل بشم به سرویس گوگل. خب برای اینکه بتونم به اون سرویس دسترسی داشته باشم باید وصل بشم به اون آدرس IP اون یا اون آدرس منحصر به فردی که اون سرویس داره تا بتونم محتویات رو ببینم، از دیتایی که داره استفاده کنم و بتونم خلاصه یه تعاملی با اون سرویس داشته باشم. برای همین تمام دستگاه‌ها، تمام کامپیوترها و هر چیزی که توی اینترنت هست این آدرس IP رو داره. حالا فکر کنید ما وبسایتمون رو آوردیم بالا و الان می‌خوایم معرفی کنیم به دوستانمون، به کسایی که میشناسیمشون و فکر می‌کنیم که وبسایتمون براشون مفیده. یه مقدار شاید سخت باشه که بخوایم این آدرس IP که گفتم یک ساختار مشخصی داره و از اعداد تشکیل شده رو بخوایم برای همه بخوایم بیان کنیم، بگیم که آدرسش چیه. اینجاست که مفهوم دامنه شکل میگیره. در واقع دامنه میاد به ما کمک میکنه که بتونیم به راحتی
به وبسایت‌های مختلفی که توی اینترنت وجود دارن، سرویس‌های مختلفی که وجود داره توی اینترنت به راحتی دسترسی داشته باشیم. به طور مثال اگر من میخوام با سرویس گوگل کار کنم، با سرویس‌های گوگل کار کنم، یا مثلا میخوام با یک فروشگاه مثل آمازون با اون کار کنم، دیگه نیاز نیست از آدرس آیپی اون استفاده کنم. میام از دامنه اون استفاده میکنم. مثلا تایپ میکنم google.com و اینجاست که بعد از اینکه من دکمه اینتر رو میزنم وصل میشم به کامپیوترهایی که مربوط میشه به این سرویس دهنده و من میتونم با اونها تعامل داشته باشم، اطلاعات براشون بفرستم یا اطلاعات ازشون بگیرم. یا همینطور فروشگاه آمازون فرقی نداره. هر وبسایت یا هر سرویسی که توی اینترنت هست، از آدرس های دامنه در واقع میان به ما کمک میکنن که بتونیم به راحتی توی اینترنت و توی این شبکه اینترنت گشت و گذار کنیم، بتونیم از این خدمات استفاده کنیم. این آدرس های دامنه ساختارشون و شکلی که دارن متفاوت هست از اون آدرس آیپی. آدرس آیپی ما گفتیم که اینجا یه نمونهشو براتون قرار میدم. گفتیم که از اعداد تشکیل شدن و قالب و ساختار خودشونو دارن. اما آدرس های دامنه از حروف لاتین تشکیل شدن و یک پسوند دارن. مثلا google.com یا amazon.com یا مثلا divar.ir، سایت های داخلیمون که .ir هست پسوندشون، یا digicala.com. آدرس ها میبینید که شکل و ساختاری که دارن با هم متفاوته. اونجا ما اعداد رو داریم که با یک قالب خاص کنار هم قرار داده میشن، اما اینجا ما کاراکترهای لاتین رو داریم یا حروف لاتین رو داریم، حروف انگلیسی رو داریم که کنار هم قرار میگیرن، میتونن یک معنا بدن و در نهایت یک پسوند داشته باشن. پس این آدرس های دامنه به ما خیلی کمک میکنه. فکر کنید که این مفهوم دامنه نبود، اونجا چقدر کار کردن با این شبکه و سرویس هایی که توی شبکه هست چقدر سخت میشد. مثلا اگر میخواستید با گوگل کار کنید باید آدرس آی پی اون یادتون می بود که بذارید مثلا 8.8.8.8 یا به هر وب سرویس دیگه، مثلا یا کلودفلر که فرض بگیریم آدرسش 1.1.1 هست یا 1111 خیلی سخت میشد. یا فکر کنید مثلا ما میخواستیم روزانه با 10 تا 12 تا 3 تا 20 تا 100 تا هر تعداد سرویس کار کنیم. اینجا بود که باید ما یه دفترچه می داشتیم که اینجا مثلا نوشته بود آدرس آی پی و اون سمت میدونستیم که این چه سرویسیه و اینها از این دفترچه استفاده میکردیم. اما الان با وجود مفهوم دامنه کار ما خیلی راحت شده. به راحتی میتونیم به این سرویس هایی که وجود دارن توی اینترنت متصل بشیم و از اونها استفاده کنیم. پس اگر تا الان بخوام صحبتامو یه جمع‌بندی داشته باشم، اینه که ما فهمیدیم اینترنت چیه، آدرس آی پی چیه، هاست چیه و آدرس دامنه چیه و چه کمکی به ما میکنه. این وسط یه مفهوم دیگه هم وجود داره به اسم DNS یا Domain Name System. در واقع دومین نیم سیستم یا DNS یک سیستم نرم افزاریه که توی اینترنت پیاده سازی میشه و به ما کمک میکنه که بتونیم آدرس های دامنه رو تبدیل کنیم به آدرس های IP و اینجوری ارتباط بهتری، ارتباط سریعتری رو بتونیم با سرویس هایی که توی اینترنت وجود دارن یا وبسایت های مختلفی که وجود داره ارتباط بهتری بتونیم برقرار کنیم. پس سرویس DNS چی کار میکنه؟ میاد چک میکنه کاربر که میخواد توی اینترنت حالا از یک سرویسی استفاده کنه، میبینه که چه عبارتی رو تایپ کرده. مثلا google.com رو میگیره، میره توی لیست خودش چک میکنه و اون آدرس آی پی که متناظر با google.com هست رو پیدا میکنه و در نهایت کاربر به راحتی به اون سرویس متصل میشه و میتونه تعامل داشته باشه، میتونه اطلاعات رو از گوگل بگیره، اطلاعات برای گوگل بفرسته. این هم کار DNS یا دومین نیم سیستم. کنار همه این مفاهیم ما یک مفهوم دیگه ای رو داریم به اسم مرورگر یا براوزر که باید بدونیم چیه. البته خب خیلی از ماها داریم کار میکنیم همین الان که شما
دارید این ویدیو رو میبینید در واقع شما مرورگر خودتون رو باز کردید، آدرس دامنه youtube.com رو استفاده کردید، تایپ کردید، دکمه اینتر رو زدید، با توجه به درخواستی که شما سمت ISP ارسال کردید یا اون سرویس ارائه دهنده اینترنتتون، این درخواست این وسط توسط DNS ترجمه شده و یوتیوب، شما که تایپ کردید یوتیوب رو گرفته، آدرس IP متناظر با اون رو پیدا کرده و در نهایت شما به یوتیوب متصل شدید و الان دارید این ویدیو رو میبینید. پس همین الان کل این صحبت هایی که من داشتم رو در واقع شما یک بار انجام دادید. پس میبینید که زیاد چیز سختی نیست. اینها یه سری مفاهیم هستن که به ما کمک میکنن درک بهتری داشته باشیم از فضای وب. حالا مرورگر چیه؟ مرورگر در واقع یک نرم افزاره که شما میایید روی سیستم عاملتون نصب میکنید یا روی موبایلتون و به شما این امکان رو میده که بتونید توی سرویس هایی که توی اینترنت هستن گشت و گذار داشته باشید، بتونید اونها رو پیدا کنید، بهشون متصل بشید، دیتا هایی که هر سرویس داره یا هر وبسایت داره رو بتونید به شکل گرافیکی ببینید و از اونها استفاده کنید. پس ما توی این جلسه نکات مفیدی رو در رابطه با بحث اینترنت، آدرس دامنه، هاست، DNS و مرورگر با هم یاد گرفتیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من سعی کردم که توی این چند دقیقه به صورت کامل این مباحث رو خدمتتون توضیح بدم. اما چنانچه یک سوالی دارید یا نکته‌ای هستش که فکر می‌کنید من در رابطه با اون صحبتی نکردم، ازتون خواهش میکنم که حتما توی بخش کامنت ها برای من بفرستید تا به دست من برسه. من اونها رو مطالعه میکنم و سعی میکنم که یک راهنمایی خوب و دقیقی براتون داشته باشم. امیدوارم که از این قسمت نهایت استفاده رو ببرید و ممنونم از توجهتون.